آموزش محافظت کردن از کل برق ساختمانمون رو یاد بگیریم. اینکه هم از جان انسان حفاظت بشه و هم از وسایل برقی منزلمون حفاظت بکنیم. و این مورد هم برای کنتورهای سه فاز و هم برای کنتورهای تک فاز رو میخوایم توی این ویدیو آموزش بدیم. اولین تصویری که مشاهده میکنید برای حفاظت از برق منازلمون در کنتورهای تک فاز هستش. همونطور که مشاهده میکنید ما از یک کلید نشی جریان استفاده کردیم و هم از یک محافظ کنتاکتوری استفاده کردیم. کلید نشی جریان به همراه سیستم ارت وظیفه حفاظت از جان انسان رو بر عهده میگیرن و که محافظ کنتاکتوریمون هم وظیفه حفاظت از کل وسایل منزلی که توی این سیستم قرار میگیرن رو بر عهده دارن. اگر تمایل داشتیم مثلا تعدادی از وسایل منزلمون به وسیله محافظ، یعنی طی نوسانات برقی که صورت میگیره، قطع و وصل نشن، از این سیستم عبورش نمیدیم و مستقیم از فاز نولی که از کنتور میاد وصل یک کلید مینیاتوری میکنیم و به اون مصرف کننده متصل میکنیم. اما وسایلی مثل کولر، یخچال، اینا که میخوایم محافظت بشه برقشون و نیاز هستش که یه محافظ سر راهش باشه رو از این سیستم عبور میدیم و مدارش به این صورت هستش که یک فاز نولی که از کنتور یا از ورودیمون داریم یه فازش رو انشعاب میگیریم، میریم به کلید مینیاتوری تک فازمون. از خروجی کلید مینیاتوری هم مستقیم میبریم به ورودی کلید نشی جریان تک فاز و از خروجی کلید نشی جریان هم میبریم به ورودی کنتاکتورمون که ما از 3 تا کنتاکتش استفاده کردیم. شما اگر تمایل داشتید فقط از یکی از کنتاکت‌های ورودی هم میتونید استفاده بکنید. و در خروجی 246 رو داریم که باز به فاز خروجیمون متصل میشه. سیم نول هم میاد به ورودی کلید نشی جریان و از خروجی کلید نشی جریان هم میره به نول مصرف کنندمون. محافظ کنتاکتوری به این صورت متصل میشه که یه فاز و نول برای تغذیه اون میدیم از ورودی و از فاز اون یه انشعاب میگیریم و میدیم به 15 فرمانش، این رله فرمانش هستش و 18 فرمانش هم وصل آیک کنتاکتور میکنیم که با تغییر این رله کنتاکتور هم قطع وصل میشه و آدوی اون هم وصل نول میکنیم، آدوی کنتاکتور. و به همین راحتی میتونیم از یک سیستم حفاظت هم از حفاظت جان و هم حفاظت وسایل رو انجام بدیم. برای سیستم های سه فاز همونطور که مشاهده میکنید از 3 محافظ کنتاکتوری و 3 کنتاکتور مجزا استفاده میکنیم که هر کنتاکتور و هر محافظ وظیفه حفاظت از یک فاز رو بر عهده دارن و همونطور که مشاهده میکنید ما توی این مدار از کنترل فاز و یک کنتاکتور استفاده نکردیم، چون که کنترل فاز وظیفه حفاظت از تجهیزات سه فاز رو بر عهده داره و برای اینکه بخوایم از کنتورهای سه فاز خانگی استفاده بکنیم که مصارف اونها تک فاز هست، نیاز است که از این مدار استفاده بکنیم. و نکته هم که وجود داره نباید توی خروجی ما مصرف کننده یه سه فازی وجود داشته باشه که مصارف سه فاز نیاز هستش که کنترل فاز و یک کنتاکتور سر راه اونها قرار داشته باشه که حفاظتش رو انجام بده. خب مدار به این صورت هستش که ما 3 فاز و یک نول رو از شبکه دریافت میکنیم که میاد توی کنتورمون. 3 فاز رو میبریم به 3 تا کلید مینیاتوریمون و از خروجی اونها میبریم به ورودی کلید نشی جریان 3 فازمون و از خروجی کلید نشی جریان هم مستقیم هر کدوم از این فازا رو میبریم وصل یک کنتاکتور میکنیم که ما اینجا از یکی از پیچ های اون، یعنی شماره 1 استفاده کردیم. شما اگر تمایل داشتین میتونید از هر ستاش مثل تصویر قبل استفاده بکنیم که از تمام کنتاکت‌های کنتاکتور استفاده بشه. در خروجی هم قسمت 2 اون رو هر کدوم به یک فاز میدیم و نول هم از خروجی کلید نشی جریان میاد و یه نول هم از ورودی به شبکه متصل میشه و یه سیستم ارت هم اینجا وصل کردیم که به مصرف کنندمون وصل میشه. جهت کارکرد صحیح کلید نشی جریانمون میباید سیستم ارت هم فعال باشه. 3 تا محافظمون به چه صورت وصل میشه؟ نکته اساسیش توی این قسمت هستش که ما تغذیه هر کدوم از این محافظها رو از یک فاز مجزا گرفتیم. اگر توجه بکنید فاز 1 به محافظ 1، فاز 2 به محافظ 2 و فاز 3 به محافظ 3 وصل شده و نول رو بین اونها مشترک هستش. نول هر کدوم رو وصل میکنیم و فاز هر کدوم رو انشعاب میگیریم و میدیم به 15 هر کدوم از این محافظها. 18 هر کدوم هم مستقیم میره به آیه که هر کدوم از این کنتاکتورها، مثلا محافظ 1 میره به کنتاکتور 1، محافظ 2 به کنتاکتور 2
و محافظ سوم هم به کنتاکتور سوم وصل میشه. آدو هم باز قسمت نولش هست که به هر کدوم نول میدیم به هر کدوم از این کنتاکتورها و به همین راحتی هم از وسایل برقی منزلمون و هم از جان انسان توی این مدار حفاظت میشه که توصیه میکنم توی سیستم خونه هاتون از این مدار استفاده بکنید که امنیت کافی رو برای ما تامین بکنه. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید باشه و از اون نهایت استفاده رو ببرین. موفق و پیروز باشین و خدا نگهدارتون.